انواع گرایش‌های جنسی. دگرجنسگرایی یا هتروسکسوال به افرادی گفته می شود که از نظر عاشقانه و فیزیکی به اعضای جنس مخالف خود جذب می شوند. در این حالت مردها به زنها و زنها به مردها علاقه‌مند هستند. به این دسته گرایش معمولی نیز گفته می شود و اغلب افراد جامعه در این دسته قرار می گیرند. همجنسگرایی یا هوموسکسوالیتی به افرادی گفته می شود که به همجنس‌های خود جذب می شود و به دو دسته عمده گی و لزبین تقسیم می گردد. به همجنسگرایی مردان گی و به همجنسگرایی زنان لزبین گفته می شود. دوجنسگرا یا بایسکشوال به افرادی که به هر دو جنس مرد و زن علاقه نشان می دهند گفته می شود. لزوماً همزمان یا به طور برابر به دو جنس علاقه‌مند نیستند و ممکن است به هر دو جنسیت به طور مشابه یا متفاوت جذب شوند. همه جنسگرایی یا پنسکشوال برای توصیف افرادی به کار برده می شود که بدون توجه به جنسیت یا هویت جنسی دیگران جذب آنها می شود. شامل افراد ترنس، نان بایرنی و سایر هویت‌های جنسی می شود. تفاوت بایسکشوال با پنسکشوال در این است که بایسکشوال معمولاً به جذب بیش از یک جنسیت اشاره دارد که به طور سنتی شامل مردان و زنان می شود، اما پنسکشوال بدون توجه به جنسیت یا هویت جنسی افراد جذب آنها می شود. بدون گرایش جنسی یا ایسکشوال به افرادی گفته می شود که به هیچ جنسی علاقه نشان نمی دهند و جذب نمی شود. این گونه افراد جذابیت جنسی را تجربه نمی کنند و دارای هیچ گونه تمایلات جنسی نیستند و هیچ علاقه‌ای به داشتن رابطه جنسی با هیچ یک از جنسیت‌های دیگر ندارند. گفته می شود در حدود 1% از مردم جهان آمیزش ناخواه هستند. دمیجنسگرایی یا دمیسکشوال فردی است که کشش جنسی خاصی نسبت به افراد ندارد مگر اینکه از نظر عاطفی جذب او شود و تنها پس از ایجاد یک پیوند عاطفی عمیق و قوی با شخص دیگر تمایل جنسی را تجربه می کند. این افراد معمولاً بدون این پیوند عاطفی جذب جنسی را تجربه نمی کنند. دمیسکشوالیتی غالباً با ایسکشوال اشتباه گرفته شده است، اما برخلاف ایسکشوالیتی که در آن فرد احساس می کند از نظر جنسی به شخص دیگری علاقه‌مند نیست، صرف نظر از اینکه از نظر احساسی چه کششی به آن فرد دارد، اما یک دمیسکشوال می تواند نسبت به افراد دیگر کشش جنسی داشته باشد اما در گرو برقراری یک رابطه عاطفی قوی می باشد. گرایش جنسی خاکستری یا گریسکشوالیتی نوعی گرایش جنسی است که در بین طیف کامل بی‌جنسی‌گرایی و جنسی‌گرایی قرار دارد. این افراد گاهی ممکن است جذب جنسی را تجربه کنند، اما این تجربه ها به طور مکرر یا منظم اتفاق نمی افتد و کمتر از افراد جنسی‌گراست. در واقع آنها ممکن است در برخی موارد احساسات جنسی داشته باشند، اما این احساسات ممکن است بسیار نادر، محدود یا وابسته به شرایط خاصی باشد. چند جنسگرایی یا پالیسکشوال به معنای جذب جنسی به بیش از یک جنسیت یا هویت جنسی، اما نه به همه جنسیت هاست. این افراد ممکن است به چند جنسیت مختلف از جمله مردان، زنان، افراد نان بایرنی و سایر هویت‌های جنسی جذب شوند، اما تعداد یا نوع جنسیت‌هایی که با آنها جذب می‌شوند ممکن است محدود باشد و برخلاف پنسکشوالیتی که شامل جذب همه جنسیت‌ها می‌شود، به برخی جنسیت‌ها جذب نمی‌شوند. این هویت جنسی به افراد اجازه می‌دهد تا در چارچوب جذب به چندین جنسیت متنوع اما محدود احساس هویت کنند. خودجنسگرایی یا آتوسکشوال به افرادی گفته می‌شوند که از بدن، شخصیت یا حتی تصورات خود لذت جنسی می‌برند. این ممکن است شامل لذت بردن از نگاه کردن به خود در آینه، خودارضایی یا داشتن تصورات و تخیلات جنسی درباره خودشان باشد. آتوسکشوالیتی با نارسیسیسم که به خودشیفتگی افراطی مربوط می‌شود متفاوت است. در نارسیسیسم تمرکز بیشتر بر روی خود و نیاز به تایید و تحسین دیگران است، در حالی که در اتوسکشوالیتی تمرکز بر روی جاذبه جنسی به خود و لذت بردن از بدن و هویت جنسی خود است.